کمیته معماری و ساختمان حکومت تاجیکستان روز 29 ماه سال 2024 از درگذشت معاون رئیس این کمیته بناکار فخری جمهوری تاجیکستان کریمزاده عبدالرحمن رحیم خبر داد مرحوم همگی 55 سال داشت. در نامه تسلیت کمیته معماری و ساختمان درباره علت مرگ کریمزاده چیزی گفته نشده است، ولی افراد نزدیک به خانواده مرحوم خبر دادند که او اخیراً برای طبابت به هندوستان رفته بود ولی در همان درگذشت. متاسفانه طبیبان هندوستانی نیز نتوانستند او را شفا بدهند. قرار است جنازه عبدالرحمن کریمزاده روز پنجشنبه 30 مای با هواپیما از هندوستان به دوشنبه آورده شود و به این سبب نماز جنازه مرحوم را به روز جمعه گذاشتند. نماز جنازه قبل از نماز جمعه در مسجد حضرت مولانا برگزار می شود. عبدالرحمن کریمزاده از سال 2000 تا سال 2002 در نمایندگی بنیاد اوغوخان در نوع نورآباد و سالهای 2002 تا 2006 در بنیاد ملی اجتماعی مبلغ‌گذاری تاجیکستان کار کرده است. از سال 2006 تا 2010 در وظیفه سرمتخصص شعبه ساختمان شهرداری دوشنبه و سالهای 2011-2015 در مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نوب راغون کار کرد. از ماه اکتبر سال 2015 تا فوریه سال 2021 مدیر کارخانه واحد دولتی مرکز نرخ‌گذاری در ساحه ساختمان کمیته معماری و ساختمان حکومت تاجیکستان بود. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 فوریه سال 2021 به وظیفه معاون رئیس کمیته معماری و ساختمان تعیین گردید.